با نام خدا یاد خدا. سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. دوستان عزیز، ما امروز آمدیم به یکی از جایهای خوب، زیبا و دیدنی که موقتی است. اینجا چی میگن؟ برمنیای به حساب شهر دینازورها ساختن در اینجا. و خاطر در فرانسه فعلا تعطیلی تا زمستان است. به خاطر کودکان فعلا تعطیلند و آوردیم کودکان را برای تماشا و شهر دینازورها و ما را همراه باشد و چند قدم بریم داخل نمایشگاه ببینیم در داخل چی است. بحر شما همه در جریان این برنامه پیشکش میکنیم. و دوستان با کانال ما سر بزنید، کانال ما لایک ماندن و کامنت نوشتن فراموش نسازید و با دوستان فرستادن هم از یادتان نبرید. و امروز نصیب باشم بریم درون یعنی گفتی گپا ساختمان های سفید و ببینیم که در درونش چی است. انشاءالله با هم تماشا میکنیم. رفتیم. سلام دوباره دوستان عزیز. چنانچه گفتیم امروز ما آمدیم به یکی از جایهای دیدنی با و نمایش. نمیفهمم در داخلش چه چیزا هست. در درونی گفتی گپا چه سفید، ساختمان های سفید و نصیب باشه این نوبت ببینین. چقدر نوبت زیاد است امروز. نمیفهم دیگه. ما کودک‌ها را گرفتیم اومدیم کو یک تماشا کنیم، چون کودک‌ها فعلا در فرانسه تعطیلی زمستان است دیگه. گفتیم بیکار نباشند یک تماشا کنن. یه جای قریب در 2000 متر کوادراتی ساختنی چرا صورت‌های دینازور داره که نمی‌دونیم درونش چی داشته باشه. و این نوبت ببینید دوستان عزیز. آدم بسیار است. هنوز هم آدم ها اومده ایستند. این دستان یک چی است؟ در یک پارکینگ احساس کردن این موقتی است. یعنی چی سیار است. با جمع میکن دیگه شهر میروند. دیگه ما فرصت استفاده بردم گفتم باشه یک برنامه بکنیم برای بحری شما دوستان عزیز و شما هم از این چیز بهره مند شوید و با شما شریک بسازیم همین نمایشی و برنامه را. با ما باشید، زود برمیگردیم. دوستانی هستید نگفتن امانت داخل شدن به این نمایشگاه برای آدمای کلان 10 یورو و برای کودکای تا سن 12 ساله و 12 ساله 7 یورو. تا 3 ساله را بی پول بدهید این نمایشگاه و ما نصیب باشم بریم درون این نمایشگاه ببینیم در درونش چی است. دوستان عزیز هنوز هم نوبت ادامه داره و ما نصیب باشه تیکت گرفتیم، بلیط گرفتیم، میریم درونی همیجا. این سرشویش ایامی چی بده؟ دینو اکسپو دهان کراکادیل چی سر میشه؟ چی نام داره؟ دینازور. اینا میریم درونش نصیب باشه. با اینجا همه چی بدن. طرفش چیزایی فروختنی این نمایشگاه بدن. خیلی آدم بسیاره امروز، خیلی. ببینید دوستان اسکلتی دینازورای. بریم درون دوستان عزیز. دینازورای هر نمود، هر رزمیر، هر اندازه ببینید. رنگ همو کینای چی بود؟ یوریسکی پریود بود؟ چی بود نماش کینا بود؟ رنگ همو آنه ببینید دوستان بسیار آده امروز نگه پاش هم میجخیم، دستاش هم میجخیم و بینید دوستان عزیز. ما نگذن توی بچه نترسی. تمام دینازورهای هر نمود همون وقت سال چند هزار سال پیش بودن همون اینجا جمعوریش دارن که همون نمونه هاشو یاره بی. جالی باینه که باور کن. تا اینجا هم نوشتگی بوده است، تاریخاشو نمیفهمم
پیدایشاشو همش نوشتگی بده. اینجا بگیم پاسپورتاشو هستن. الهیاش با دیگر نمودش مثل پرنده واره. این پاسپورتش اینجا با بچه هاش هم بوده. خمشه بچه هاش برامده. این طرف هم دیگر چیز هم دیگر دینازورایی. هم بوده و روز هم هم یاش با جالب‌تر، یاش با استرکشن‌تر. شبیه با چشماش هم میپوشم. خیلی کلان هم هست. اینجا هم تعریف نوشتگی از پاسپورتش. اینو با گردن بازاش. طرف هم با درآمدگاه و نگاه چون بده و باکس دیگری. بچه ها تماشا کرده چی؟ ها؟ چی؟ گشته شده؟ بازی میریم با یکانجا میریم خوردنی میریم درآمدگاه دیگرش میریم دیگه طرف. یا اینجا اسکلتش بوده این طرفی دستی روز اون طرف هم کینوهاش هستن. اونایی که دینازورا بودن. این مردم بیشتر تماشا دارن همچون سینما تاریک‌تر بوده. با دیگه باکس میگذاریم. این طرف هم دینازورای هر نمود با گردنش خیلی چی داشته. خیلی آدم بسیاره امروز خیلی. یواش حبیب با یواش بدتر. بیش با شاخدار بدای دینازور شاخدار. همه کلانترین دینازور همین بدای. همه کلانترین دینازور همی بدای. اینمیش خیلی کلان های. خیلی کلان های.
دوستان عزیز دیگه دو باکس بوده است دو تا چی و میریم طرف بیرون و کودکان بود بیرون جای بازی هسته برای کودکان را میبریم بیرون بازی کنن. اینجا تخماش هسته تخمای دینازاورا این طرف هم جای بازی کودکان. این جای همو اسکلت هایی که افتان دیگه کردن جای همو چی را افتین؟ چی میکنین؟ دینازاور؟ اسکلت دینازاور نیو دیگه میریم دیگه طرف بینید سان عزیز هنوزم مردم اومده ایستن هنوزم گفتی گپاکی این تو ساعتی 2 سر میشیده تو ساعتی 8 بیگره بده 8 محکم میکنه. این دوستان این دهانی همو دینازاوری کلانی چنانچه گفتیم این یک پارکینگ ہے پارکینگ یک مغازین کلان کاریفور هم صحنی بیرونش و ما من نصیب باشم میریم ما اونجا کودکا باید بازی کنم. دوستان عزیز خواستم که را بفهم چیه خلاص که ماتریالش رزینه ای مچالکه بده بسیار ملایم ایرا بی مچالکه روز رنگ و بار خلاص بگمان چیزگاه چی نداره ایوارا دوستان برای که مثلا حرکت کنن نگاه کنن دیگه را میتی ایوارا در حرکت میدره مردم هم صورت سلفی و همطوری گرفته ایستن. خب ما میریم دیگه طرفای نمایشگاه. دوستانی عزیز ما از او داخل بر آمدیم بیرون و میریم طرفی جای بازی های کودکانه ای را ببینیم چند چیزهای وزدوشتی های برای بازی کردن کودکان و نصیبی را ببینیم چند قصر زم که نمیفهمم ماست و چه ساختگیان برای بازی کردن کودکا. برای کودک برای در بالاش برای بده بالا ایجا بدرای بالاش برای. این هم دوستان جای بازی کودکا ببینید دیسنی لند نمیفهمم فانتزی جهانی و قصری پرنسس کاستل نمیفهمم توتی و گپ خبر هم چی میگن ماست یا موچی وزدوشنی بیدابید این طرف هم دیگه خانه دراکون و خانه نمیفهم شاه کاستل بیدابینین خیلی جزای جالب و دیدنی و برای کودکان جای بازی خوب آماده کردن برای چنانچه گفتیم تعطیلی زمستان ها در فرانسه فعلا در ماه فوریه
با پرداخته بگو. کجا شید؟ سینات اختا پرداخته. او بیا. اوپا سوپر. بیا که بدر کن. بپوشیدم. خب دوستان عزیز، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم بود کمی معلومات درباره یکی از نمایش هایی که برای تعطیل زمستانه کودکان تشکیل کرده بودند در یکی از شهرهای فرانسه، شهر تولوز. و چنانچه گفتیم ما اومدیم امروز دیدن کردیم از اینجا و نصیب باشه دیگه منتظر برنامه‌های بعدی ما باشید. در شبکه ما سر بزنید، در یوتیوب کانال ما را حمایت کنید، دستگیری کنید. حمایت شما چی است؟ یک لایک ماندن، یک کامنتر نوشتن و با دیگران فرستادن. و دیگه شما را به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه‌های بعدی. خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. بدرود.